خب من تشکر بکنم از دوستانی که تشریف آوردن و عذرخواهی بکنم بابت تأخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حق و حقیقت. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم و چهره های شما خوبان رو دیدار میکنیم. هیچ چیزی لااقل تو این 2-3 سال ثابت کرد هیچ چیزی به اندازه دیدار گم شده ماها نیست و باشگاه اندیشه این افتخار رو داشت سالیان سال فرصت و محملی برای دیدار باشه. دیدار به بهانه اندیشه و دیالوگ در موضوعاتی که شاید نقاط بغرنج تفکر این روزها، تفکر معاصر ما ایرانی هاست که شاید در حال حاضر هرچی پیشتر میریم این نقاط مهمتر میشه و اتفاقا گفتگو برانگیزتر. تا آقای دکتر محدثی تشریف میارن من یه خیر مقدمی بگم خدمت آقای دکتر میری و تک تک شما دوستانی که تشریف آوردید. باشگاه اندیشه در سیر جدید فعالیت خودش گروه‌های فکری و مطالعاتی متفاوت ایجاد کرده. یکی از این گروه‌ها گروه در واقع مدرسه مطالعات هویت هست که آقای میثم قهوه‌چیان دبیر این مدرسه هستند و آقای دکتر میری هم از حامیان و پشتیبانان این مدرسه و نشست امروز هم در واقع داره در این مدرسه و این گروه فکری داره برگزار میشه. من امیدوارم که آقای تا جلسه شروع میشه یک توضیح مختصری پیش از این که به تاریخ مذکر و مرحوم براهنی بپردازیم آقای قهوه‌چیان تشریف داشته باشن. یک دقایقی رو ما به معرفی مدرسه بگذرونیم و بعد دعوت از آقای میری و شروع جلسه. موافق هستید؟ سلام عرض میکنم خدمت دوستان. خشبم مدرسه مطالعات هویت باشگاه اندیشه با توجه به ضرورتی که ما در خصوص مطالعه درباره هویت در واقع به نظرمون رسیده بود تأسیس شد. با توجه به بحث جهانی شدن و مباحثی که به تبع جهانی شدن مطرح شده، بحث بحران‌هایی که در واقع هویت‌های بومی دارن، بحران‌هایی که به تبع عدم دقت روی مسئله هویت هم دو سطح دنیا ما شاهد هستیم، خشونتی که وجود داره، هم خشونت اجتماعی و سیاسی که در واقع و نابرابری‌هایی که به واسطه نادیده گرفتن هویت‌های متکثر در واقع ما شاهدش هستیم و هم در حالا بعد ملی بحث بحران گفتگو و باز بحران‌های نابرابری در واقع نادیده گرفتن هویت. ما برام شدیم که در خصوص هویت در واقع یک سری مطالعاتی را انجام بدیم، از اساتید دعوت بکنیم که در واقع در خصوص هویت بومی، هویت انسان، هویت ملی و از نقطه نظرات خودشون در واقع مطرح بکنن و ما طیفی که در واقع در خصوص هویت هست رو مشاهده بکنیم. بیشک در واقع شناسایی هویت‌های متکثر، هویت متکثر راه رو برای گفتگو باز میکنه و در واقع بسیاری از علل اساسی در واقع مشکلاتی که ما داریم به لحاظ حالا سیاسی اجتماعی حل میشه. حالا از اول امسال ما یک سری برنامه‌هایی در همین راستا داشتیم. بحث فلسفه در ایران در دام تقلید آقای دکتر یحیی یثربی به صورت لایو برگزار کردن نشستشون رو. آقای دکتر عبدالکریمی در خصوص آینده اسلام در ایران در واقع یک نشستی رو در خدمتشون بودیم و همینطور آقای دکتر محمود شیخ دانشگاه تهران در خصوص تشیع، تصوف و هویت ایرانی در واقع یک صحبتی داشتن. حالا برنامه‌هایی که برای آینده داریم، ما 3 تا برنامه مشخص شده. یکی ابعاد هویت اجتماعی انسان هستش، بحث جنسیت و هویت و مناظر فلسفی به هویت انسان در دستور کار هستش. همینطور بحث سنت و سکولاریسم که آقای دکتر میری در خدمتشون خواهیم بود انشاءالله در تابستان یک دوره رو برای ما صحبت بکنن. حالا انشاءالله که آقای دکتر میری استفاده میکنیم، آقای دکتر محدثی هم در راه هستن. برای حالا چند هفته آینده نزدیک باشگاه اندیشه در خصوص ابعاد ادبی آثار آقای دکتر براهنی، تأثیری که ایشون بر ادبیات معاصر
در بعد شعر، داستان، نقد ادبی و نظریه‌های ادبی داشتن صحبت خواهند کرد. هرچند که آقای براهنی این دو رو از هم جدا نمی‌کنه، بحث اجتماع ادبیات رو با هم میاره، همینطور که آقای دکتر هم در خدمتشون خواهیم بود شرح خواهند داد، ولی حالا به صورت تخصصی ادبیات رو هم ما در برنامه باشگاه خواهیم داشت. دعوت می‌کنم آقای دکتر بفرمایید صحبتش. سلام دارم خدمت شما عزیزان. خیلی ممنون که این فرصت رو به ما دادید و خیلی خوشحالم که مجازی نیست و حقیقی هست و شما رو از نزدیک می‌بینیم بعد از مدت‌ها. خب بله، در مورد آقای براهنی می‌خواستیم امروز صحبت کنیم و این کتاب تاریخ مذکر. همینطور که آقا میثم اشاره کردن، وقتی در باب براهنی میخوایم صحبت کنیم، حداقل تو جامعه ایران براهنی بیشتر به عنوان یک نویسنده و منتقد ادبی و حتی شاعر بیشتر، حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم و در ادبیاتی که در حوزه ایشون شکل گرفته مشاهده کردم و مطالعه کردم، بیشتر تو این فضایشون رو مورد بررسی قرار دادن. اما کتاب تاریخ مذکر رو که مطالعه میکنیم و میخونیم، یه ابعاد دیگری از براهنی حداقل برای خود من جالب بود و رو اون اساس بود که با آقای قهوه‌چیان گفتم، که آقای میثم قهوه‌چیان گفتم که بد نیست یک زاویه و یک جنبه دیگری از براهنی رو در فضای عمومی مورد نقد و بررسی قرار بدیم. البته این کتابی که پیش روی ما هست شاید حدود 100 صفحش هست که تاریخ مذکره، بعد بقیه اون حدود 300 صفحه دیگهش در ابواب گوناگونیه. در حوزه علوم انسانی صحبت کرده، در حوزه ادبیات صحبت کرده، در حوزه امپریالیسم صحبت کرده و بحثایی که در دهه 40 تقریبا میشه گفت و 50 شمسی در ایران مطرح بود. حالا نمیخوام شبیه سازی کنم، ولی شاید تا حدودی به اون کتابی که با عنوان حالا غرب زدگی و خدمت و خیانت روشنفکران جلال آل احمد هست، به اون هم بی‌شباهت نیست. بعضی جاها حتی آدم فکر میکنه که چقدر توارد افکار بین 3 نفر مثلا وجود داره، یکی شریعتیه، یکی جلال آل احمده، یکی براهنی. به نظر میاد دهه 40 به نوعی در ادبیات براهنی و بعد شباهتش با بحثایی که جلال میکنه و بحثایی که شریعتی داره. یه جاییشو مثلا شاید شریعتی، مثلا میگم اون جایی که در باب زن صحبت میکنه آیه براهنی و به زینب اشاره میکنه، به حضرت زینب اشاره میکنه، خب زیاد بستش نداده، ولی خب شریعتی اون رو کامل بست داده. یه جایی که مثلا نقد روشنفکران وطنی رو داره میکنه، یه اشاراتی میکنه، ولی اونقدری که مثلا جلال در خدمت خیانت روشنفکران بستش میده، مثلا در این کتاب براهنی بست نداده. شباهت هایی هست، خب اختلافات و تفاوت های بنیادینی هم در این کتاب دیده میشه. اولین سوالی که ممکنه به ذهن بیاد اینه که این تاریخ مذکری که، یا این مفهوم مذکری که آقای سلام آقای محدثی، آقای براهنی بهش اشاره میکنه چیست؟ تاریخ مذکر از دیدگاه او چیست؟ میگه که تاریخ ما
تاریخی بوده است که همیشه مرد، ماجراهای مردانه، زور و ستمها و عدل و عطوفتهای مردانه، نیکیها و بدیها، محبتها و پلشتیهای مردانه بر آن حاکم بودند. زن اجازه نقش آفرینی نیافته است و به همین دلیل از عوامل مؤنث در این تاریخ چندان خبری نیست. به عبارت دقیق‌تر براهنی میگه مرد از نظر بزرگترین مورخ ایران یعنی ابوالفضل بیهقی بزرگترین عنصر سازنده تاریخ و به همین دلیل هر کجای تاریخ را که ورق بزنید اعمال مردانی را میبینید که در حال ساختن یا نابود کردن چیزهایی هستند و این چیزها همه عناصر تاریخی هستند. براهنی به صراحت میگوید زن در تاریخ بیهقی خنثی‌ست، نه از نظر فرهنگی چیزی به وجود می آورد و نه از نظر تاریخی نقشی دارد. و جالبه که میگه این نوع نگاه یا این نوع ساخت در تاریخ ایران فقط مربوط به گذشته نیست. میاد به عنوان مثال میزنه، میگه پروین اعتصامی رو در ادبیات معاصر وقتی ما نگاه میکنیم، پروین درسته یک زنه اما شعرش کاملا مردانه است. شاید اولین بار در تاریخ ایران که زن به عنوان یک عنصر، به عنوان یک سوژه نقش آفرینی میکنه و در ادبیات خودش رو بروز میده، میگه با فروغ فرخزاده. حالا یه نقدهایی هم به فروغ داره ولی میگه این اولین باره که اتفاقا در شعر نو و با شعر نوعی که عنصر زنانه و مؤلفه زنانه وارد تاریخ تحولات تاریخی اجتماعی ما میشه. یه نکته جالب دیگه باز در باب ادبیات میگه، حالا من فقط به صورت چی میگن MP3 میگم که ولی هر کی خواست میتونه به خود کتاب رجوع کنه. داره در باب به عنوان مثال شعرای بزرگ و بسیاری از کسانی که کلاسیک هستند در تاریخ و ادبیات ایران، مثلا از سعدی گرفته، مولوی گرفته، سنایی گرفته، اینها بهشون اشاره میکنه. میگه که جالبه که اینجا اون عشق و اون حالتی که مثلا نسبت به دیگری شما داری که در عواطف و احساسات هست دائم به یک مرده و حتی اون مردایی هم که قراره اون مثلا شما اون عشق و عواطف رو به اونها مثلا ارجاع بدی، اونها هم اگر صفات زنانه‌ای دارن باز هم چیه؟ مرده. یعنی اساسا زن نقشی در حتی اون بیان مثلا عواطف و احساسات شاعران که به نوعی بازنمایی میکنه وضعیت جامعه رو نداره. اما یه نکته‌ای که به نظر من باز عجیبه در نگاه براهنی به زن در صفحه 29 که بهش اشاره میکنه و از رو براتون بخونم، میگه که پس تاریخ ایران در گذشته مذکر بوده و بیزن و زن متاسفانه در دالانها و پستو پسله ها نگه داشته شده است. به همین دلیل و البته به دلایل دیگری حماسه پس از اوج یافتن در شعر خراسانی به جای آنکه تبدیل به تصویر و تصوری از خانواده بشود و بعد فرهنگ جامعیتی پیدا کنه و نوعی فلسفه اجتماعی شرقی پیدا شود و نوعی دموکراسی بر شرق حاکم شود، در راه و رسم و روال خنثی تصوف فرو می‌غلطد و از ذهنیتی سر در می‌آورد که قرنها شعور و فکر ایرانی را در خود فرو می‌غلطاند و به خود مشغول می‌دارد. بعد تو صفحه 28 یه اشاره‌ای میکنه، هم به مشروطیت اشاره میکنه و هم به زینب. میگه که در مشروطیت، میگه حتی مشروطیت ایران مشروطیتی است مذکر و از این نظر تا حدودی در ادامه همان پیوندهای مذکر قبلی، چرا که زن و عناصر زنانه و مؤنث نه در آن چندان نقشی داشتند و نه لااقل در آن به وسیله مشروطیت به جای رسیدن.
یه سوالی که اینجا پیش میاد، حالا من نمیدونم به چه دلیل در آن روزگار که بالاخره حالا جامعه یک فرم و شرایط فکری دیگری داشت، شاید این حرف رو میتونست بیان کنه و اون اینه که ما در مشروطه و حتی قبل از مشروطه قرةالعین رو داریم در تاریخ ایران و چرا به اون اشاره نمیکنه؟ جانم به کی فکر میکردن؟ به من. خواهش به قرةالعین حالا این رو هم من یه نکته در یه جا گفتم، این رو در پرانتز اینجا بگم. ما وقتی در باب جنبش بابیت در ایران صحبت میکنیم بسیار متأثر از تاریخ نگاری بهاییت هست، یعنی به نوعی جنبش بابیت رو ذیل انگاره های تاریخ انگارانه آیین بهاییت میبینن و این خودش باعث شده که در جامعه شیعی به دلیل تضاد بنیادینی که بین تشیع و بهاییت، آیین بهاییت هست، هرچه آنچه که مربوط به بابیت هم میشه اون رو به نوعی اپوخه میکنن یا به حاشیه میرونن و باز در باب قرةالعین بحث های تاریخی بسیار جدی وجود داره که قرةالعین حتی بابی هم نبوده بلکه شیخیه بوده، از جنبش شیخیه بوده و شیخیه با حالا هم بابیت و بهاییت تفاوت‌های به نظر من بنیادینی داره، ولی باز اشاره ای نمی‌کنه که آقای براهنی به قرةالعین اشاره ای این باز خودش جای سوال. نکته دیگه در باب زینبه، میگه که در همون صفحه 28 میگه حقیقت این است که زن ایرانی در گذشته عملاً وجود خارجی نداشته و اگر وجود خارجی داشته وجودی مخفی، مرموز، عقب نگه داشته شده و مرد زده بوده است. سیادت تاریخی مرد زن را تنها به عنوان یک انسان درجه دو، انسانی شیعی شده و از انسانیت افتاده خواسته است، طوری که گویی او حتی حاضر و ناظر بر جریان‌های تاریخی هم نمی‌توانسته است باشد، چه رسد به این که مثل زینب اعراب با نطق و بیانش مجلس یزید را بلرزاند. حالا سوال اینجاست که این تو ذهن و زبان روشنفکرانی مانند براهنی چه چیزی وجود داشته یا چه جوری بوده که زینب رو که اسطوره ایرانیان بوده، یعنی اسطوره اکثریت جامعه شیعی بوده و هست تا حدودی امروز، حالا با تغییر و تحولاتی، چطور این رو مختص اعراب میکنه، در حالی که در بین خود اعراب، یعنی اگر عرب هایی مثلا شما برید تو مصر رو نمیدونم به عنوان مثال در عربستان، زینب یا حضرت زینب اسطوره‌ای به اون معنایی که در بین ایرانیان هست و در بین اهل تشیع هست و در حوزه تمدنی شیعی هست وجود نداره. و خود این نوع نگاه که مثلا ما اسطوره ها رو غربی و شرقی بکنیم یا عربی و مثلا غیر عربی بکنیم یه سواله. مثلا میگم برای اینکه نزدیک به ذهن بشه، مثلا مریم، حضرت مریم یک شخصیت سامیه و در خاورمیانه است، اما دختران مثلا امریکایی یا دختران اروپایی در طول تاریخ اروپا از حالا قرنهای متمادی و حتی امروز با تغییر و تحولات بنیادینی که بعد از عصر روشنگری در اروپا و امریکا افتاده، حضرت مریم رو به عنوان یک قدیس خاورمیانه‌ای نمیشناسن، چون در ذهن و زبان اونها در اسطوره هاشون حضرت مریم به عنوان یک شخصیتی که فرا جغرافیایی و در ساحت اسطوره ها دیده میشه. ولی خب آیه براهنی با اینکه اتفاقا در این کتاب همون فصول اولش که شما نگاه کنی خیلی نشون میده که تسلط خوبی نسبت به مسائل اسطوره و بعد مطالعات تطبیقی اسطوره هم داره. اینها رو حالا به عنوان مقدمه گفتم. نکته ای که تو این میشه گفت روایت براهنی در باب تاریخ مذکر دیده میشه و اساسا میگه من ورودم به این بحث روی یک دغدغه بنیاد. میسم اینجوری نگاه میکنی من وقتم چقدره؟ شما تا یه نیم ساعتی وقت دارم. ببخشید آقای مهندس.
دغدغه بنیادینش به نظر من تو این رساله مسئله تشتت فرهنگی ایرانیانه. این مسئله اصلی رضا براهنیه. اما برای پاسخ به این پرسش او به ساحت امر سیاسی، یعنی سیاست به مثابه رژیم حکومتی مستقر، بسنده نمیکنه، بلکه تلاش میکنه لایه‌های پنهان و بواطن پیچیده فرهنگی رو مورد مداقه قرار بده و از این رو دست به یک قیاس میزنه بین ایران و یونان و مفهوم حماسه و سیر تحولات اون در دو تمدن. مثلا در صفحه 18 براهنی میگه که یونان لااقل از نظر آغازه های سرشار و اصیل بیشباهت به ایران نیست، گرچه بعدها یکی یعنی فرهنگ ما راهی ذهنی در پیش میگیرد و دیگری یعنی فرهنگ یونان راهی عینی. اولی یعنی ایران در فرهنگ ذهنی عرفان در شعر حافظ اوج پیدا میکنه و به نوعی انقراض خلاقه. اینم داخل پرانتز بگم تو این کتاب در جایش ما با مفاهیم خیلی میشه گفت خیلی ابداع‌گرایانه یا خلاقانه مثلا روبرو میشیم. یکیش همین انقراض خلاقه است، یعنی خود این مفهوم رو میشه در بابش یکی دو جلسه یعنی چی انقراض خلاقه؟ اگر انقراض خلاقش چیه؟ اگه خلاقانه است انقراض یعنی چی؟ ختم میشود و تا بعد مشروطیت دری به تخته بکوباند و استعدادها را راه بیاندازد و دیگری یعنی یونان جلوه های خلاقه را به سوی عینیتی اجتماعی هدایت می کند و موجب می شود که پس از انقراض تراژدی ناگهان سر و کله جمهور افلاطون و سیاست ارسطو پیدا شود. براهنی یک طرح ساده‌ای از تحول فرهنگ کهن یونان به صورت ذیل ارائه می‌دهد. در صفحه 19 میگه که حرکت از حماسه یعنی تجلیل از قهرمان مرد به سوی تراژدی، تجلیل از مرگ قهرمانی که در رأس یک خانواده اساطیری، پادشاهی و یا معمولی است، و بعد حرکت از تراژدی و نمایشنامه به طور کلی به سوی علوم انسانی مثل فلسفه، علوم اجتماعی و سیاست را هم به این معنا روابط انسانها با یکدیگر و روابط خانواده برتر و بزرگتر یعنی اجتماع. به عبارت دیگه حماسه یونانی بلافاصله پس از دوران مادرسالاری به وجود میاد و تا حدودی میتوان گفت که با پیدایش فکر تک خدایی قهرمان مرد نمایندگی کامل تمام نیروهای تک خدا را بر روی زمین به عهده میگیرد. نیروی مادرسالاران قبل از پیدایش وقوف حماسی که وقوفی ناشی از پدرسالاری است، پس از حماسه به صورت عاملی زیرزمینی در می آید و به سوی اعماق ضمیر ناخودآگاه بشر رانده می شود. براهنی معتقدی که در مرکز حماسه تجلیل کامل از قهرمان مرد وجود داره، قهرمانی که در دوران مادرسالاری قربانی خدایان مؤنث می گردید و خونش بر روی مزارع ریخته می شد. از زمان پیدایش حماسه تا کنون مرد در رأس خانواده، در رأس اجتماع و در رأس سیاست قرار داشته. او یا مرکز بزرگترین نیروی جهانی است، مثلا سیل در ایلیاد، و یا مرکز برترین خرد بشری مثل اولیس در اودیسه. آشیل می‌کشد و کشته می‌شود. به دلیل اینکه خانواده‌ای در یونان با فرار کردن هلن با پاریس به خطر افتاده است و اولیس خردمندترین مرد یونان کهن بر روی آبها سرگردان می شود و همیشه به دنبال بندر معهود یعنی ایثاکا می گردد، چرا که زنش و پسرش همیشه انتظار او را می کشند، چرا که خانواده‌ای رئیس خود را موقتاً از دست داده است
و ممکن است در صورت مرگ و یا غیبت دائمی او دچار تشتت و تفرقه کامل گردد. تصور یونانی از خانواده در حماسه تا حدودی به وسیله علائم و اشارات نشان داده شده است. به تعبیر براهنی پس از دوران حماسه دوران نمایشنامه نویسان بزرگ یونان کهن فرا میرسد و این قدمی است بزرگ که قوم یونان از نظر عینی کردن تصور خانواده برمی‌دارد. شاعر یونانی با نوشتن نمایشنامه به ویژه تراژدی تصور خود را از خانواده بر روی صحنه مجسم می‌کند و بدین ترتیب روابط خانواده را چه آسمانی، شاهی، معمولیش با یکدیگر از نظر ما فرقی نمی‌کند، عملاً بر روی صحنه بر ملا می‌کند و از آنجا که یونانیان حتی خدایان خود را به شکل خود می‌ساختند و در واقع آنچه که از خدایان و حکمرانان و غیره بر روی صحنه می‌آوردند نمونه ای از روابط معمولی اجتماعی محیط خودشان بود و از آنجا که خانواده عالم صغیر اجتماعی است و اجتماع عالم کبیر خانواده، ذهن یونانی با مجسم کردن روابط خانوادگی بر روی صحنه توانست گسترش بیشتری پیدا کند و به جای آنکه فقط زندگی قهرمان مرد حماسه را در نظر داشته باشد، توانست به چیزی بالاتر، یعنی ارتباط خیلی دقیق عاطفی و فکری این قهرمان با افراد خانواده خود توجه کند، مثلا اودیپ، پدرش و مادرش. ولی ما به خوبی می‌دانیم که عواقب جنایت اودیپ تنها متوجه خود او و خانواده‌اش نیست، بلکه قومی در این بلیه می‌سوزد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که نمایشنامه یونان کهن نه فقط روابط خانوادگی بلکه روابط دقیق اجتماعی و سیاسی را نیز نشان می‌دهد و نیز از نظر علوم اجتماعی گسترش بینش یونان کهن را از فرد به سوی اجتماع به خوبی معلوم می‌دارد. به سخن دیگر، اگر چنین گسترشی در بینش یونانی پیدا نشده بود، اگر داوری ببخشید نمیدونم چی نوشتم، چه شما هم نمیبینم، داوری از صفحه 20 رو نگاه کنم، چش نمیبینه دیگه، عینک باید عوض بشه. اگر داوری الان خدمت، اگر اوریپید خدایان را اگر اوریپید خدایان را به انسان نزدیک نکرده بود و سقراط در اسطوره‌های کهن حقایق زمینی را ندیده بود و به روابط ملموس اجتماعی پی نبرده بود، امکان نداشت که ذهن فلاسفه اجتماعی یونان کهن به سوی فلسفه اجتماعی باستان کشیده شود و بدین ترتیب جمهور افلاطون یا سیاست ارسطو نگاشته شود. براهنی بر این باور است که نمایشنامه نویس یونان کهن جزء خانواده را در نمایشنامه مجسم کرد و آن را در انظار مردم نگاه داشت. فلاسفه یونان کهن این اجزا را به یکی جمع کردند و به بررسی کل اجتماع پرداختند و بدین ترتیب بدون آن که مانعی در کار گسترش بینش یونان از فرد به سوی اجتماع به وجود آید، اساس فلسفه اجتماعی گذاشته شد. به عبارت دیگر، حکمت افلاطونی هر قدر هم که خیالی باشد، باز هم زیربنای اولیه آن را طبقه بندی های اجتماعی و توجه به طبقات اجتماعی تشکیل می‌دهد و این شیوه از فلسفیدن تصور اجتماعی جهان را پایه گذاشت. اما اینجا یه نکته‌ای میگه، به نظر من این نکتهش خیلی مهمه. میاد این رو مقایسه میکنه با سیر تحول حماسه در ایران و به بزرگترین اثری که میشه گفت حالا اثر حماسی در ایران هستش اشاره میکنه که حماسه فردوسیه. میگه که
ما وقتی مثلا بین شاهنامه هایی که پیش از فردوسی بوده مانند منوچهری و فرخی و عنصری به فردوسی توجه میکنیم، میبینیم هر 4 تا شاعر به دنبال قهرمان هستن. میگه که سهراب بخشی از بینش انسانی فردوسی را به همراه دارد و محمود بخشی از کوته‌بینی فرخی را به عاریه گرفته است، ولی در این شکی نیست که هر دو مرد، یعنی هم فرخی و هم فردوسی، در زمره قهرمانان حماسی شاعران ایران هستند. یعنی این دوتا هم سهراب رو و هم محمود رو به عنوان نقطه یا میشه گفت دال مرکزی گرفتن. منتها فردوسی به تجزیه و تحلیل روانی روابط سهراب میپردازد و فرخی روابط را تجزیه و تحلیل نمی کند، بلکه فقط به تجلیل از مقام قهرمان میپردازد. نکته ای که به نظر من حالا در باب این که چرا تا کنون ما یک نوع نگاه جمع‌گرایانه به جامعه خودمون نداریم، یا اساساً چرا ما نتونستیم یک تصور جامع از ذهن و زبان جمعی خودمون داشته باشیم، یا به اون بحثی که حالا نسبت میدن با آقای حسابی، پروفسور حسابی میگه که جهان سوم جاییه که وقتی میخوای خونت رو آباد کنی باید جامعت رو نابود کنی، وقتی میخوای جامعت رو آباد کنی باید خانوادت رو نابود کنی. این تضاد رو چگونه میشه برقرار کرد؟ براهنی یه نقبی میزنه در سیر تحولات حماسی و انگاره های ذهنی که در طول تاریخ ما وجود داشته. میگه که عده‌ای از قهرمانان، میگه در شرایطی غیر از شرایطی که فردوسی برای آنان تعیین کرده است، تبدیل به قهرمان تراژدی. میگه ولی فردوسی خانواده را به صورت عالم صغیر اجتماع ادراک نمی کند. او از تمامیت اجتماع، این نکتهش به نظر من نکته خیلی مهمیه در مقایسه با به عنوان مثال سیر تحول حماسه در یونان که منجر میشه حالا به جمهور و افلاطون و این. میگه او یعنی فردوسی از تمامیت اجتماع و خانواده قهرمانانشان را سوا می کند و در برابر چشم ما نگه می دارد، به دلیل اینکه در دوران او این ارتباطات اجتماعی و روابط خانوادگی نیستند که اهمیت دارند، بلکه این قهرمان است که تمام رجزها، مدح و ثناها را مثل تمام گنجینه ها و طلاها به سوی بارگاه خیش جذب می کند. و فردوسی گرچه از زمانه خود رنج بسیار دیده بود، ولی ناخودآ آگاهانه از آن شیفتگی عصر خود به قهرمانان برخورداری کامل داشت و به چشم زمانه خود که زمان سلاطین قهرمانی بود جهان کهن ایران را میدید. به همین دلیل علی رغم عناصر تراژیک که در شاهنامه فردوسی پیدا می شود و بدون شک این عناصر در شرایطی خاص قابل ارائه در قالب تراژدی هستند، فردوسی را به دلیل اینکه در قالب تراژدی کار نمی کند نمی توان استاد تراژدی خواند. و نکته مهم دیگری که در فردوسی وجود داره اینه که اون نگاهی که بتونه اون عالم صغیر اجتماع رو، یعنی خانواده رو، آرام آرام زمینش رو فراهم کنه و پیش روی ذهن ما همان گونه که در یونان اتفاق افتاده بود، اون رو ما در ساخت شعر و ادبیات فردوسی نمیتونیم ببینیم. یه نکته دیگه که باز فکر میکنم در کتاب تاریخ مذکر جالب توجهه، اون اینه که نوع نگاه براهنی به سیر تحول تاریخی ایرانه که معتقده اسلام در اون نقش خیلی مهمی داشته، اما
بعد از ظهور حالا بگیم تصوف یا بعد از پایان حافظ میگه اوج تاریخ ایران بین فردوسی و حافظه. بعد از اون دوران حضیض تاریخ ایران شروع میشه و از قضا اسلام اون دیالکتیک خودش رو از دست میده و تفاسیری که از اسلام در تاریخ ایران میشه خود اون میشه یکی از موجبات تشتت فرهنگ در ایران. حالا تا اینجا من بحثم رو نگه دارم، حالا اگه بعد سوالی بود. فقط تنها چیزی که اینجا میخواستم بگم اون این بود که برخلاف سیر تحول تاریخ در حالا عقلانیت هلنی که باعث میشه نوعی عینیت اجتماعی پیدا بشه، در تاریخ ایران میگه حالا به دلیل شرایط و ساختار آرام آرام، و این رو میگه در شعر خیلی زیبا میشه دید، آرام آرام انسان ایرانی به سمت نوعی ذهنیگرایی و باطنگرایی میره و این باطنگرایی خودش باعث میشه که ارتباط انسان با حالا هم اجتماعی صغیر و هم با اجتماعی کبیر آرام آرام نحیف و ضعیف بشه و نهادها نتونه بیاد تا دوران مشروطه است که بعد از اون اتفاقات و تغییر و تحولات. ببخشید زیاد صحبت کردم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خوشحالم که در خدمتتون هستم. سپاسگزارم از دوستان عزیزی که جلسه رو تشکیل دادن، به ما فرصتی دادن و خوشحالم که در خدمت دکتر میری عزیز هستم. استفاده میکنم از گفتگو با ایشان. سعی میکنم در فرصتی که دارم خیلی سریع نکات خودم رو بگم. اگر فرصتی برای گفتگو شد و پرسش پاسخ استفاده خواهم کرد از اون زمان. خب این ایده رو مد نظر قرار میدم که شاید مخاطبان کتاب رو نخوانده باشن، بنابراین بحثم رو از ادعاهای اصلی کتاب آغاز میکنم و اون ادعاها رو بیان میکنم که ثبت و ضبط بشه و مخاطبانی که احیانا کتاب رو نخوندن با مهمترین مدعاهای آقای براهنی آشنا بشن. همینجا بگم که اولین اثری که من از براهنی میخونم، تا حالا هیچی ازش نخوندم و حالا دلیل تعلقاتم متفاوت بوده دیگه، یا براهنی مثلا برای من اونقدر مهم نشده بوده هرگز که بهش مراجعه بکنم و البته منطقی هم هست. یعنی وقتی الان دارم میخونم احساس میکنم که در این دستگاه فکری که براهنی توش داره حرف میزنه یک روشنفکر درجه چندمه، یعنی تو همون دستگاه فکری آدمای جدی‌تری هستن که من اونا رو خوندم، یعنی برای اونا از افکارشون تو کتاب براهنی دیده میشه. مثلا آل احمد، مثلا شریعتی و امثالهم رو من خوندم و اون اینجا تو این کتاب تاریخ مذکر هست. عرض کنم که البته به عنوان یک روشنفکر ایرانی احترام قائلم به ایشون و وفاتشون رو به دوستدارانش و خانواده‌اش تسلیت عرض میکنم. مهمترین ادعاهای آقای براهنی ایناست که من نوشتم. ما ایرانی ها در یک دوران تشتت فرهنگی زندگی میکنیم. صفحه 17. ادامه تشتت فرهنگی بالاخره روزی ما را از تمام عناصر زاینده و زندگی بخش محروم خواهد کرد و نتیجهش زوال فرهنگی خواهد بود. صفحه 17. در جریان طوفانی که از هر سو میوزد ما باید دو دستی کلاه ما را بچسبیم که مبادا بادهای مسموم بقاپند و ببرندش. تاریخ ما به شهادت خودش در طول قرون به ویژه پیش از مشروطیت تاریخ مذکر بوده است، یعنی تاریخی بوده است که همیشه مرد، ماجراهای مردانه، زور و ستمها و عدل و عطوفت‌های مردانه، نیکی‌ها و بدی‌ها، محبت‌ها و پرستی‌های مردانه بر آن حاکم بودند. زن اجازه نقش آفرینی نیافته است. به همین دلیل از عوامل مؤنث در این تاریخ چندان خبری نیست. صفحه 27. سیادت تاریخی مرد زن را تنها به عنوان یک انسان درجه 2، انسانی شیعی شده و از انسانیت افتاده خواسته است، طوری که گویی او حتی حاضر و ناظر به جریان‌های تاریخی هم نمی‌توانست باشد، چه رسد به این که مثل زینب اعراب با نطق و بیانش مجلس یزید را به لرزه درآورد.
و یا مثل ژان داک عصیان را به وحی و الهام درآمیزد. صفحه 29 و 28. اینها برخی از مهمترین ادعاهایی است که آقای براهینی توی اون بحث اصلی کتاب تاریخ مذکر که در دهه 40 منتشر شده مطرح کرده و البته من همش تو این دنبال این بودم که خب این ادعا رو کجا میخواد مستند بکنه و کجا میخواد در واقع تبیین بکنه. خیلی چیز زیادی نیافتم. یعنی عرض کنم که براهینی از اون دست روشنفکرانی است که در واقع در مقام دانای کل ظاهر میشه و من تو این کتاب احساس کردم فقط راجع به هواشناسی اظهار نظر نکرده، تقریبا در مورد هر چیزی که گیرش آمده اظهار نظر کرده، مثل بقیه روشنفکران اون دهه‌ها که در واقع دانای کل هستند. به جای سخن گفتن دانش‌پژوهانه و مستند سخن گفتن، این همه ادعا توی کتاب بدون مستندسازی اون ادعاها و شواهد قضاوت کردن راجع به کل تاریخ ایران. یه چنین روشنفکرانی ما داشتیم در این دهه‌های گذشته که در مقام دانای کل تاریخی نشسته بودن و کل این تاریخ رو از سر تا ته می‌دیدن و درباره‌اش داوری و اظهار نظر می‌کردن. نیازی هم نبوده که مثلا مستندسازی بکنن ادعاهاشون رو و شاید مثلا مخاطبای اون دوره به این دانای کل عملاً سر تعظیم فرود می آوردن یا آشنا نبودن با روش‌های دانش‌پژوهی و در نتیجه ما در واقع با چنین اثری مواجه هستیم که چنین سخنرانی، چنین گوینده‌ای، چنین نویسنده‌ای داره می‌نویسه. خیلی شبیه مثلا متون نوشتاری نبود، بیشتر منو به یاد سخنرانی میندازه، چون سخنران خیلی نمیتونه مستندسازی بکنه بحثشو میگه و میره، فرصت نیست که مثلا به صفحات ارجاع بده. عرض کنم که متن نوشته ایشون پر از انبوهی از کلیشه هاست، کلیشه هایی که در واقع گفته شده و عرض کنم که گویا ما ناچاریم این کلیشه ها رو بپذیریم چون ایشون داره میگه. من بعضی از این کلیشه ها رو براتون میخونم. مثلا میگه دهنبینی فرهنگی زن امروز ایرانی، یعنی همون زن دهه 40، زایده بیریشگی فرهنگی او در گذشته و زایده فقدان فرهنگ زنانه اصیل در زمان حال است. خب حالا این مستندات و شواهدش چیه؟ هیچی. عرض کنم که یا مثلا در مورد خانواده گفته خانواده به صورت عالم صغیر اجتماع است. بعضی از این کلیشه‌هایی است که رایج بوده. یا در مورد تصوف گفته که تصوف در نتیجه فشار طرفداران حکومت موروثی بر اجتماع پدیدار شده است. چکمه طرفداران این تاریخ چنان بر حلقوم اجتماع فشار داده شده که مغز به سوی نسوج فردی خود عقب نشینی کرده است. یعنی اصلا به یک ادعاهای فیزیولوژیک و روانشناختی هم در واقع بحثا می انجامه. کتاب آکنده از این نوع عرض کنم که کلیشه ها هم هست و عرض کنم که من بعضیشون رو نوشتم که براتون بخونم که بتونم اینجا پیدا بکنم. آره. یا مثلا گفته که اگر مرد امروز ایرانی از فرهنگ ناقص بهره گرفته باشد و تا حدودی، حالا این فرهنگ ناقص مثلا خب دیگه ما امروز میدونیم که یک دانشجوی لیسانس هم میدونه که این کلمات باید تعریف بشه. فرهنگ ناقص یعنی چی اصلا؟ خود فرهنگ یعنی چی و فرهنگ ناقص یعنی چی؟ یعنی ولی در واقع روشنفکر ایرانی اینا رو دیگه نمیدونه. یعنی این حساسیت ها روی واژگان و تعریفشون رو در واقع تو اون دهها ظاهرا اینجوری بوده. یعنی سطح روشنفکری دانشمندی در این حد بوده و تا حدودی در عصر بیریشگی فرهنگی. خود اینم یعنی چی؟ نوعی ریشه یافته باشد. زن ایرانی در اغلب موارد از نظر ایرانی بودن بیریشه و بی فرهنگ میماند. یعنی مرد ایرانی یه فرهنگی داره ولی زن ایرانی اون هم نداره. فرهنگ بومی ما زن ایرانی را بیریشه بار می آورد. بالا من تا اونجایی که مادر بزرگ خودم میشناسم خیلی ریشه داشت. خیلی ریشه داشت. این شخصیتی که بیش از همه بر من تاثیر گذاشته یکی مادر بزرگم بوده. عرض کنم همین دیگه. یعنی در واقع این باید تعریف بشه که در واقع ریشه چیه، ولی من میدونم که مادر بزرگم در واقع با اینکه بی‌سواد بوده عناصر فرهنگی دوران خودش گرفته، با اون زندگی کرده و اون رو به ما منتقل کرده و من بچه روستایی با اون فرهنگ آمدم توی مرکز دارم زندگی میکنم و اون فرهنگ هنوز اون فرهنگ رو دارم و بهش ارجاع میدم.
میگه فرهنگ بومی ما زن ایرانی بیریشه بار میآورد، به دلیل اینکه زن ایرانی در گذشته فرهنگ نداشته است. یعنی مردم فرهنگ داشتن، زنها اصلا تو فرهنگ نبودن، کلا فرهنگ نداشتن و اکنون فقط از فرهنگ مردان ایرانی میتواند استفاده کند. آدم دلش برای زنها میسوخته. و هم از این رو پس از باز شدن دروازه های غرب به روی ایران، چشم بسته مبهوت جلوه های زنان غربی شده است. یعنی چی خودش نداشته. اینا حرفای مثلا یک روشنفکره که عرض کنم که داره درباره تاریخ ایران، فرهنگ ایران، انسان ایرانی سخن میگه، وظیفه خودش هم نمیدونه که این واژه ها رو تدقیق بکنه، مستندسازی بکنه. خب اما همش این نیست، یعنی همش اینقدر به اصطلاح در واقع تأسف فرهنگی نیست، نکات خوبی هم داره. میشه از براهنی به حال چیزهایی آموخت که حالا اشاره خواهم کرد. یعنی اونجا که راجع به ادبیات حرف میزنه ما میتونیم چیزی ازش یاد بگیریم، اما وقتی که میزنه بیرون به هر حال این مسئله داره. اما بریم سراغ اون نگاهی که من میخوام در واقع بر اساس اون نگاه راجع به این کتاب و این بحث آقای براهنی اون قسمت اول تاریخ مذکر سخن. ببینید ما در ایران معاصر در واقع پیش از مشروطیت تا به امروز انسان ایرانی درکی پیدا کرده از انحطاط خودش و جامعه خودش. بنابراین ما در واقع در تاریخ معاصرمون یک سوژه تحقیر شده داریم، سوژه‌ای که آگاهی داره از انحطاط خودش و دست پا میزنه به اینکه راهی پیدا بکنه برای برون شد از این انحطاط. مفهوم انحطاط رو ما میتونیم در آثار و نوشته های روشنفکران ایرانی قبل از مشروطه و تا به امروز پیدا بکنیم. یعنی همچنان این محور بحث از انحطاط در میان متفکران ایرانی وجود داره. در مواجهه با این آگاهی از انحطاط ایران من فکر میکنم میتونیم از 3 تا گفتمان سخن بگیم. 3 تا گفتمان در مواجهه با یعنی این سوژه تحقیر شده، آگاه شده به انحطاط خویش، 3 تا گفتمان در طول تاریخ معاصر ساخته. یکی گفتمان فرهنگی شدن، یعنی اهل اندیشه ایرانی ما فرهنگ مواجه شده، از مقامات سیاسی گرفته تا بقیه که میبینن فرهنگ رو میبینن و سفرنامه هاشون رو مینویسن، در واقع بحث از این که فرهنگ جهان دیگه یه و مقایسه میکنن فرهنگ و کشور خودمون و وضعیتی که داریم. در ذیل این سفرنامه ها آرام آرام در واقع گفتمان فرهنگی شدن شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه تا عصر پهلوی هم در واقع حضور داره. اما در کنار گفتمان در واقع فرهنگی شدن ما شخصیت هایی هم داریم که البته بیشتر از سنت دینی و تفکر دینی برمیخیزن که من میتونم اسمش بذارم گفتمان بازآوری، در واقع انگلیسیش میشه رستوریشن. گفتمانی که میخواد در واقع به گذشته‌ای در تاریخ ایران بازگرده، یک شکوهی، عظمتی در یک جایی از تاریخ میبینه، حالا چه در تاریخ ایران چه در تاریخ اسلام، میخواد اون رو بازآوری بکنه. در شکل در واقع نظاممندترش ما میتونیم در افکار شیخ فضل‌الله نوری، در افکار تروریست اسلامی آقای نواب صفوی و برخی دیگر از متفکران دینی مسلمان شریعت مدارمون پیدا بکنیم که عصر پیامبر رو یک عصر طلایی تلقی میکنن و خواهان بازگشت جامعه به اون عصر هست. اینو شما مثلا میتونید در آرای در اون اثری که فدایان اسلام منتشر کردن آقای نواب صفوی منتشر کرده به خوبی ببینید، یا در اندیشه‌های خود شیخ فضل‌الله ببینید، یا در شخصیتایی که در واقع جزء رهبران انقلابی ما بودن این رو ببینید، گفتمان بازآوری رو. گفتمان سومی که در واقع بعد از گفتمان فرهنگی شدن غلبه پیدا میکنه و گفتمان بازآوری رو به نحوی تغذیه میکنه عملاً بدون اینکه بخواد، گفتمان بازگشت. این گفتمان در واقع مجموعه‌ای از متنوع از روشنفکران و اندیشمندان ایرانی در بر میگیره که اینها نمیخوان به یک عصر طلایی خاصی برگردن، ولی در تاریخ ایران یه چیزای ارزشمندی میبینن که میگن ما اونا رو باید احیا بکنیم و زنده بکنیم. حالا هر کدوم به نحوی، ملی‌گراها به نحوی،
ملی مذهبی ها به نحوی، فردیدی ها حتی در واقع هایدگریستای اسلامی، اسم رو گذاشتم هایدگریستای اسلامی، حتی مثل فردید، مثل داوری، مثل کسایی که متأثر از اینا هستن، حتی دوست و برادر عزیزمون آقای دکتر عبدالکریمی، اینا به نحوی به چیزی از تاریخ ما ارجاع میدن و میگه اون مهمه و باید اونو برگرد. مثلا عرفان اسلامی، خیلی هاشون روی عرفان اسلامی تاکید میکنن، خیلی هاشون به عناصری از ادبیات و به اصطلاح تاریخ ما تمرکز میکنن و یک کسی مثل شریعتی مثلا میخواد یک شکل دیگه در واقع به این بحث بازگشت مطرح بکنه. بازگشت به عناصری در تاریخ ما یا حتی تاریخ اسلام برای ساختن یک آینده جدید. اما در واقع این گفتمان بازگشت خب یه سری ویژگی هایی داره که من به سرعت میخوام به اونها اشاره بکنم. من جمله ببخشید این یادداشتم پیدا بکنم. من جمله این که نوعی توطئه اندیشی در اون هست که با ما چه کردند، حالا یا غربی‌ها یا هر کسی توی این تاریخ در این گذشته، نوعی آسیب شناسی غرب که گاهی منجر به غرب ستیزی میشه، به خصوص در هایدگریسم اسلامی، دفاع نسبی از میراث فرهنگی و گاه دینیمون و دعوت اینکه اونا باید برگردیم. ما دائما داریم مسیر غرب رو میریم، غربی که روشنفکران خود غربی دارن نقدش میکنن، ما به کجا میخوایم برسیم؟ تقریبا همه کسایی که در گفتمان بازگشت حرف میزنن اینو دارن. مثلا الان امروز دوستمون آقای عبدالکریمی از سلطه نیهیلیسم داره سخن میگه که از اون فرهنگ آمده و داره برای ما محاکم میشه. خب شریعتی در واقع از فرهنگی صحبت میکرد که در واقع دین کنار گذاشته و مثلا دچار ماشینیسم شده و الی آخر، یا آل احمد، یا عرض کنم که خب فردیدی هم که هایدگریستای اسلامی که اصلا میگن در واقع غرب رو به انحطاط و زوال و نابودی، تقریبا تا این درمایی بحث از انحطاط غرب کم و بیش تو همه این کسایی که تعلق دارن به گفتمان بازگشت وجود داره. تحولات انسانی اجتماعی در ایران را اینا عمدتاً با اشکالی از ساده نگری که جنبه ژورنالیستی هم پیدا میکنه، مبتنی بر مطالعات دانش‌پژوهانه نیست. چون شما یه موقع از غرب صحبت میکنید که و این صحبت کردن مبتنی بر غرب شناسیه، یعنی رفتی غرب رو مطالعه کردی و مطالعه نظاممند دانش‌پژوهانه داری و یه بار مثلا 2 تا رمان و داستان و اینا از بکت و برشت و نمیدونم سارت اینا خوندی و روی اینا میخوای غرب رو بشناسی. خب یا مثلا فوشایی که یک روشنفکر غربی به غرب داده، از روی اونا مثلا میخوای غرب رو بشناسی. خب خود غرب رو توش نزیستی و مطالعه دانش‌پژوهانه راجعش نداری، اما اون نقدا و اعتراضاتی که خود روشنفکران غربی به هر دلیلی نسبت به غرب دارن، میتونه بخشش هم درست باشه، اون رو ملاک داوری راجع به غرب قرار میدن. اغلبشون خود براهنی هم این که توی این کتاب این رو انجام میده و تحولات داخل ما رو، ایران رو، مثل همون چیزی که من راجع به زن خوندم از براهنی، در واقع نشانه غرب زدگی، نشانه این که ما از خودمون تهی شدیم و میراث رو نادیده گرفتیم. این گفتمان در واقع بازگشت آدمای خیلی متنوعی داره، از مثلا کسی مثل آیت الله مطهری که به تفکر حوزوی داره گرفته، تا شریعتی، تا فردی، تا داوری، تا عبدالکریمی، خیلی آدمای بسیار متنوعی، از کافر بگیر تا اون مسلمان تو آتشه، توی گفتمان بازگشت در واقع وجود داره. خب آقای براهنی توی گفتمان بازگشت کرد و من خیلی جا احساس، مثلا وقتی میخونم براهنی رو احساس میکنم داره آل احمد داره حرف میزنه، داره مطهری حرف میزنه، داره شریعتی حرف میزنه. اون دفاعهایی که یا تصویری که از اسلام مثلا در این کتاب ارائه میکنه، مثل یک دین پژوه انگار داره راجع به اسلام و یهودیت و مسیحیت حرف میزنه و داره مقایسه میکنه، در حالی که براهنی هیچ جایگاهی در دین پژوهی نداره. ولی از اون جایی که میگم اینا خودشون دانای کل میدونستن و این حق رو میدن که راجع همه چی قضاوت بکنن، ناگهان میاد 3 تا دین دو یک چند صفحه‌ای 3 تا دین سامی رو با هم مقایسه میکنه و البته یک تصویر خیلی خوشگلی از اسلام ارائه میکنه که برایند اون 2 تا هم یهودیت و مسیحیت ضعفای اونا رو نداره اما قوتای اینا داره. اینجا من کاملا به یاد شریعتی میفتم اونجا که راجع به اسلام صحبت میکنم.
خب این در واقع شخصیت فکری آقای براهنی هست و حالا تو با این گفتمان ایشون به تاریخ ایران میپردازه و تاریخ ایران رو تاریخ مذکر تلقی میکنه که در اون مرد سلطه داره و تلاش میکنه در واقع این ادعا رو نشون بده و عرض کنم که و به خصوص از ادبیات ما در واقع شواهدی میاره که قابل توجه هستن. مثلا یک تیکه برای شما بخونم اینجایی که وارد بحث ادبی میشه، بحثش تخصصی تر و قابل احترام میشه البته و آموزنده. در بررسی خود به طور کلی از شعر فارسی تا آستانه مشروطیت، شعر فارسی تا آستانه مشروطیت، به این نتیجه رسیدم که در شعر تغزلی ایران معشوق ناب زن بسیار کم است و توصیف‌هایی که شاعران ایران از معشوق میکنند توصیفی از مردان با خصائص زنان و یا اگر از استثناء بسیار ناچیز در شعر تغزلی بگذاریم، معشوق ایرانی در این شعر بیشتر دو جنسی است تا تک جنسی و جنسی که بیشتر هدف عشق شاعرانه یا شعر عاشقانه قرار گرفته مرد است نه زن و به همین دلیل تغزل ایرانی نیز بیشتر تغزلی مذکر است تا تغزلی سالم، تغزلی که در آن جنس مرد و جنس زن شروع به تجلیل از زیبایی‌های جسمانی، روحی، عاطفی و معنوی یکدیگر بکنند و دو قطب مخالف ولی منطبق شونده بر یکدیگر یعنی مردانگی و زنانگی را در حالت این برخوردهای خود تصویر بکنند. صفحه 35. همونقدر که در شعر تغزلی ایران معشوق ناب زن بسیار کم است، به طور کلی از معشوق ناب مرد که از دیدگاه یک زن تصویر شده باشد کوچکترین خبری تا زمان فرخزاد نیست و تغزل گذشته ایران را از این نظر مذکر خواندم که در اون فاعل و مفعول شعر تغزلی هر دو از جنس مرد هستند. صفحه 36. در همون صفحه میگه اگر از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی به شعر گذشته فارسی بنگریم، یکی از بزرگترین کمبودهای اون را فقدان زن خواهیم یافت. خب عرض کنم که ببینید، من فکر میکنم این ادعای این که تاریخ ایران تاریخ مذکر بوده کما بیش ادعای درستی است، اما فکر میکنم که یک ویژگی، یک خصلت گمراه کننده داره اگر ما این رو ملاک داوری در مورد تاریخ ایران قرار بدیم. اولا باید اینو بگیم که مطالعات مختلف نشون میده که پدرسالاری یا مرد سالاری یه امر جهانی بوده، یعنی اختصاص به ایران نداشته که ما مثلا این رو فقط در مورد ایران بدانیم و بر اساس یک چنین مفهوم خیلی عامی ما راجع به تاریخ ایران سخن میگیم. شما همین الان نگاه بکنید مثلا در تاریخ آمریکا که در واقع بحث از حقوق بشر میکنه، بحث از حقوق زن میشه، هنوز ما یه رئیس جمهور زن نداشتیم دیگه. تازه اخیراً مثلا برخی از زنان به مقام‌هایی در این دهه اخیر رسیدن و خب خیلی خوشحالن که این اتفاق و تحول رخ داده و البته سر جای خودش مهمه. بنابراین به یه معنا میتوانیم بگیم که مرد سالاری یه امر نسبتاً جهانی بوده، جز در جوامعی که مادر سالاری وجود داشته و زنان در یک دوره محدودی در جای خاصی از جهان در واقع نقشی داشتند. تو اون دورهای تاریخی مرد سالاری امری رایج بوده است. بنابراین به یه معنا میتوانیم بگوییم که این تقریبا ادعای قابل دفاعی است و روشنه و البته اختصاص به ایران نداره و به نظر میرسه خیلی به اصطلاح بیان اون عرض کنم در این حال که بصیرت بخشه و آموزنده است نمیتونه تاریخ ما رو به نحو جدی‌تری نشون بده و من فکر میکنم از این جهاتی میتونه گمراه کننده باشه که الان عرض خواهم کرد که چرا من این دوگانه سازی از تاریخ ایران و تاریخ مردانه یا مثلا در باب تاریخ زنانه مسئله دار میدونم. ببینید ایشون تمرکز بیش از حدی برای این موضوع میکنه. در صفحه 72 میگه که در عمل بسیاری از چیزایی که پیش بینی میشد که پس از مشروطیت صورت بگیرد عملی نشد. اولا یک مرزی قائل بین مشروطیت و قبل از مشروطیت که این مرز مهمه و من روش تاکید دارم. دولت‌ها اکثریت مردم را عملاً تحمیق می‌کردند و اگر تحمیق مردم در ابتدا در گروه‌های کوچک صورت می‌گرفت، بعدها صورت جمعی پیدا کرد و دوره‌های مختلف مجلس نحوه رأی‌گیری در انتخاب نمایندگان و اعمال قدرت به وسیله دولت‌ها نشان داد که اگر وضع مردم از بدتر نشده تنها به این دلیل است که تاریخ جبراً مقداری پیشرفت را
در نتیجه گذشت زمان برای مردم و به خاطر مردم پذیرفته، ولی به دلیل وجود تاریخ مذکر از مردم حق آزادی را سلب کرده است. من فکر میکنم که در واقع در نگاه به تاریخ ایران ما میتوانیم در واقع مفاهیم رو انتخاب بکنیم که بهتر تاریخ ما رو توضیح بده، بخصوص در نظریه اجتماعی که میشود برای جامعه ایران پرورد. من دوگانه تاریخ بندگی و تاریخ عرض کنم که کنشگری رو دوگانه دقیق تری میدانم. ضمن اینکه حالا توضیح خواهم داد و مستند خواهم کرد بحثم که خود براهنی اجمالاً به این دوگانه توجه داشته، اما تمرکز عمده‌اش رو گذاشته بر تاریخ مذکر. ببینید اولا ما باید بین تاریخ و تاریخ نگاری تمایز قائل بشیم و این در کار براهنی دیده نمیشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم زن در تاریخ ایران حضور نداشته. خب تاریخ نگار ما ندیده حضور زن. خب من البته عرض کردم من موافقم که تاریخ ما همچون تاریخ بسیار دیگه از زوال مذکر بوده، اما تاریخ نگاری ما هم مردانه بوده است و حضور زنان ایرانی رو در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی سیاسی منعکس نکرده. همچنان که خود آقای دکتر میری الان اشاره کردن در مورد مثلا طاهره قرةالعین یا مثلا شاعران متعددی که ما داشتیم. یک دوستی ما داریم که داره جمع‌آوری میکنه شعر شاعران زن ایرانی. خب از نه فقط در عصر مدرن، در اعصار کهن. خب بنابراین اگر تاریخ نگاری ما به حضور اجتماعی و فرهنگی سیاسی زن توجه نکرده، اینو نمیتونیم بگیم تاریخ ایران اینجوری بوده. پس این یه نکته. ضمن که من قبول دارم تاریخ ایران مذکر بیشتر مردانه است، اما تاریخ نگاری ما در واقع اساساً اون مقدار حضوری هم که زن ایرانی داشته محو کرده. آقای براهنی اولا این دوتا رو در واقع تمایز قائل نمیشه بین این دوتا، و دیگر این که تمرکز بیش از حدی که بر تاریخ مذکر میکنه و این مفهوم میکنه متوجه نیست که یا عملاً بحثش اینجا میانجامه که مرد و زن ایرانی هر دو به یک میزان در دوران طولانی از این تاریخ در واقع بنده بودند. بنده اینجا به معنای برده نیست، بنده به این معنای این که انسانی که از نظر کنشگری سیاسی، از نظر تعیینگری سیاسی، از نظر تعیین سرنوشت اجتماعی سیاسی خودش نقش جدی داشته باشه نیست. به این معنا من از کلمه بنده یعنی انسان تابع. ما ایرانیان جد اندر جد رعیت بوده ایم. خب و عرض کنم که در برابر کسانی که برای ما تصمیم گرفتن میبایست این نقش یک رعیت رو ایفا بکنیم. الان هم هنوزم شهروند نشدیم چون حقوق شهروندی نداریم. الان هم یک رعیت مدرن هستیم. خب تا زمانی که اون حقوق شهروندی تحقق پیدا بکنه یا اصلا ما به مقام مدنیت برسیم، ما به مقام این برسیم که درکی از قانون داشته باشیم، ما به این مقام برسیم که درکی از کلیت اجتماعی داشته باشیم، درکی از محله، شهر، استان و کشور داشته باشیم. ما ایرانی هنوز بسیاری از ما این درک از کلیت رو نداریم. خب بنابراین بحث نگاه من اینه که در واقع زن و مرد ایرانی اینجا در ایده‌ای که من عرض میکنم ایده بندگی کنار همند. خب و این کجا تو بحث آقای براهنی مخدوش میشه؟ در یه جایی این خودش یعنی اظهارات او به خوبی اینو نشون میده که میاد در واقع میگه حتی عرض کنم که غلامان در ایران وضعشان از زنان بهتر بوده، برای اینکه غلامان هم بالاخره مرد بودند. توجه دارید؟ این جدا سازی که در واقع میکنه، من اینو بدم پیدا کنم براتون بخونم. میگه عجیب اینجاست که در تواریخ فارسی سخن از غلامان هست ولی سخنی از زنان به مفهوم دینامیک کلمه نیست، چرا که غلامان حتی اگر اخته هم شده باشند بالاخره روزی مرد بودند و از دیدگاه تاریخی مذکر غلام و امیر با یکدیگر فاصله ندارند. خب این اونجاییست که در واقع تاریخ ایران این دوگانه سازی مخدوش میکنه. نه، غلام
غلامان اتفاقا زن شدند. غلامان کنار مردان نیستن و غلامان کنار امیران نیستن، تازه مردان هم کنار امیران نیستن. حالا من اینو بیشتر توضیح خواهم داد. چرا که غلامان حتی اگر اختم شده باشن بالاخره روزی مرد بودن و از دیدگاه تاریخی مذکر غلام و امیر با یکدیگر فاصله ندارند، تنها فرق اونها در فاعلیت و مفعولیت سیاسی و اجتماعی اونها. من فکر می‌کنم این فرق اصلی اتفاقا. و ما به خوبی می‌دانیم که از نظر سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ ایران همیشه غلامان مفعول قرار گرفته، غلامان مفعول قرار گرفته به امیری رسیدن و خواب سبکتگین در دورانی که غلامی زشت بود و کسی حاضر نبود بخردش و البته پس از فروش به امیری رسید، درباره تعداد زیادی از امرای دوران بعد از اسلام صادق است. به هر طریق غلامان خواه به امیری رسیده باشند و خواه نرسیده باشند، اهمیتشان در طول تاریخ به مراتب بیشتر بود، یعنی بیشتر از زنان. خب اینجا به نظر من این دوگانه سازی کاملا تحریف کننده تاریخ ایرانه. برای اینکه من فکر میکنم اگر ما دوگانه سازی تاریخ بندگی و تاریخ عرض کنم که کنشگری رو مد نظر قرار بدیم، عمده تاریخ ایران از مشروطیت به قبل تاریخ بندگی است، به معنایی که عرض کردم انسان ایرانی که تابع در واقع سلطانه و از مشروطه به این سو است که ایرانیان در واقع فرهنگ سیاسی سلطانیسم رو شروع میکنن به در واقع به چالش کشیدن و اون فرهنگ سیاسی و نهادهاشو میخوان کنار بزنن و خودشون تاریخ سازی بکنن، خودشون کنشگری بکنن و این داستان تلاش برای کنشگری و برون آمدن از رقیت همچنان ادامه داره. یعنی هنوز انسان ایرانی از این مرحله خارج نشده. خب من حالا مواردی رو میخوام راجع به این صحبت بکنم و توضیح بدم که مبنای فلسفه این حرفی که من میزنم همین ایده در واقع به اصطلاح هترونومی و اتونومی هست، تاریخ تبعیت و تاریخ کنشگری که در واقع تلقی متفاوتی از انسان ایران میکنه. انسان خودتعیینگر و مشارکت کننده در عرصه سیاسی در اون نوع فلسفه سیاسی و انسانی که در واقع آلت فعل، انسانی که تابع کسانی است که براش تصمیم میگیرن و همچنان البته در جامعه ما میبینیم که نیروی سیاسی وجود داره که میخواد همه ما را آلت فعل بکنه، هر جا لازم است ما را بکشن خیابون و منویات خودش رو دنبال بکنه. عرض کنم که محور سیاسی این ایده اینه که در واقع ایرانی‌ها ایده های مثل فره ایزدی رو در عصر مشروطه زیر سوال بردن و در تلاش کردن فرهنگ سیاسی سلطنتی رو آرام آرام تضعیف بکنن و به نظر میرسه در ایران معاصر نهاد سلطنت به خصوص با انقلاب ایران با چالش جدی با انقلاب 57 مواجه شده. اما از نظر مستندسازی من اگر بخوام بحث بکنم اینه که ما حضور اجتماعی زنان رو برخلاف این چیزی که الان آقای میری خوندن از آقای براهنی، اتفاقا ما حضور جدی زنان رو در تاریخ مشروطه میبینیم که چگونه در واقع میان نقش آفرینی میکنن، حتی جمعیت‌های مختلف نسوان میسازن، تو تشکیل بانک ملی شرکت میکنن و کارهای متعددی که توی مدرسه‌های مدرن در واقع شروع میکنن به فعالیت کردن و ما میتونیم بگیم که در واقع مشروطه از این جهت نقش داشته به حضور اجتماعی زنان. مسئله مطرح شدن قانون بعد از مشروطه مسئله جدی است، اگرچه ما ایرانی‌ها به نظر من هنوز به درکی از قانون نرسیده ایم و این در رفتار و گفتار ما و هر تحقیقات جامعه شناختی که شده میشه اونو نشون داد، ولی از مشروطه به این سو است که بحث قانون برای ما ایرانیان جدی میشه. تا قبل از مشروطه قانون اون چیزی است که سلطان میگه و سلطان عمل میکنه. اساساً چیزی به نام قانون در تاریخ ایران و فرهنگ ایران وجود نداره. بحث از حقوق انسان باز مسئله است که در از عصر مشروطه به این سو مطرح میشه و در واقع به انسان ایرانی همیشه انسان مکلف بوده و بنابراین میخوام بگم که و بعد مسئله بلوغ مدنی در میان ما، فقدان بلوغ مدنی در میان ما، یکی از ریشه‌اش به نظر من برمیگرده به همین که اساساً انسان ایرانی به حساب نمی آمده. او اساساً باید باش تصمیم میگرفتن و سرنوشتش رو میساختن و بنابراین انسان مسئولی نبوده، انسان مشارکت کننده ای نبوده که
بتواند درکی از مدنیت و درکی از کلیت اجتماعی داشته باشه. خب حالا من اینو بگم و بحثمو تمام میکنم. در خود کتاب آقای براهنی به شکل یه جایی خودش هم به این تقسیم بندی انگار به این نکته توجه داره، به تاریخ بندگی و تاریخ کنشگری، و خودش رو مشروطیت اتفاقا تاکید داره. مشروطیت رو یک نقطه عطفی در تاریخ ایران میدونه، در ادبیات، در تاریخ اجتماعی سیاسی، و در واقع به نوعی به کنشگری ایرانیان بعد از مشروطه اشاره داره و به بندگی ایران قبل از مشروطه. من این تیکر میکنم و بحثمو به پایان میرسونم. میگه اصولا میتوان از نگرش دقیق در حرکات تاریخ ایران چنین نتیجه گرفت که مردم ایران در کمتر دوری از تاریخ از آزادی برخوردار بودند و مشروطیت کار مهمی که کرده این بوده است که به مردم شهرنشین این آگاهی را بدهد که یک فرد موجودی است اجتماعی و موجود اجتماعی باید در سرنوشت خود دخالت مستقیم داشته باشد. از تمام جنبش مشروطیت از نظر فرهنگی فقط این یک نحوه تفکر عاید مردم ایران شده است، ولی در این که تا چه حد مردم ایران دست کم مردم شهرنشین توانستند از این سکوی اجتماعی به طرف دخالت عملی و عینی در سرنوشت خود حرکت بکنند جای تردید است. مشروطیت قسمت اعظم مردم شهرنشین و بخشی از روستاییان ایران را وارد اجتماع کرد. و این همون چیزی که من رو این تاکید دارم و معتقدم که دوگانه تاریخ بندگی، تاریخ کنشگری، دوگانه مناسب تری است برای توصیف و توضیح تاریخ ایران و به ویژه وضعیت معاصر ما به جای دوگانه مذکر و مؤنث. متشکرم. عذر میخوام. آقای دکتر اگر شما نکته‌ای هست که برای گفتگوی کوتاهی شکل بگیره بفرمایید. حالا دوستان خوش خواهم بپردازید. خیلی ممنون. استفاده کردیم از بیانات آقای محدثی عزیز. این نکته شاید بشه اینجا بهش اشاره کرد، و اون اینه که متن رو چجوری میشه خوند. یه موقع ما میتونیم متن رو به این صورت بخونیم که چه چیزهایی رو نگفته امروز در این موقعیت تاریخی که ما درش قرار گرفتیم، چه چیزهایی رو نگفته. این یه نوع خانشه. نکته میتونه باشه که چه چیزهایی رو گفته یا چه چیزهایی در لابلای سطور هست، و بعد آیا آن چیزهایی که گفته شده یا در لابلای سطور هست محلی از اعراب داره یا نه اساساً از بنیان این متن توهی است. مثلا میگم یکی از نکاتی که در حداقل در همون بخشی که مربوط به تاریخ مذکر میشه در بحث آیه براهنی هست، بحث اینه که انسان ایرانی از فاعلیت تهی شده. همونجوری که آیه محدثی اشاره کرد یه خودآگاهی نسبت به انحطاط داره، ولی اینکه آقا انسان ایرانی دچار نوعی عدم فاعلیت شده و این عدم فاعلیتش قابل تأمله. مثلا در همون صفحه 124 یه نکته ای رو میگه و این نکته به نظر من قابل تأمله. حالا حتی اگه اون رو یه متفکر دست سوم، چهارم یا اصلا متفکری بدانیم که چیزی برای گفتن زیادی هم در مقایسه مثلا با شریعتی و مطهری و جلال آل احمد و دیگران نداشته، ولی بحثش قابل، یعنی پیش روی ما یه چشم اندازی رو میذاره. میگه که فرهنگ شرق مفعول فاعل جابر و مذکری است که تمدن غرب باشد. یعنی اکنون دیگر تاریخ مذکر خودی نیست بلکه بیگانه است با عناصر خودی. این که آیا ما امروز در برابر تمدن غرب، البته این که حالا این تقسیم بندی که بین غرب و شرق میکنه حقیقتا مایه‌ای میتونیم ما اینو نقدش بکنیم. الان ما دیگه بیرون از همه موقعی ممکن بود 200 سال قبل مثلا ما میگفتیم ما بیرون از
تمدن غرب هستیم، ولی امروز ما بخشی از تمدن غرب هستیم دیگه. این غرب چیزی نیست که بیرون از ما باشه، ما بخشی از این تاریخ هستیم که به نوعی میشه گفت تاریخ جهانیه. ولی آیا این که ما به عنوان مثال فاعلیتی داریم؟ ممکنه یکی بگه بله آقا ما فاعلیت داریم، بفهمین ادبیات. ولی مثلا میگم خیلی ساده بخوام اگر بگم، این که ما نمیتوانیم معیشت خودمون رو در سطح جهانی مدیریت بکنیم، یعنی به نوعی باشیم که بتوانیم مثلا خودمون رو به معنای واقعی کلمه آیکونوموس یا تدبیر یک منطقی داشته باشیم برای تدبیر امور کشور خودمون و تمامی شریان‌های زندگی ما به نوعی متأثر از تصمیماتیه که دیگران، حالا اون دیگران فقط غربی به معنای جغرافیایی نیست، امروز اون دیگران چین میتونه باشه، هند میتونه باشه، ژاپن میتونه باشه، کره جنوبی میتونه باشه، اون دیگری فقط مثلا اروپای غربی و امریکا نیست. خب این نشون میده که به نوعی این عدم فاعلیت ما که آقای براهنی بهش اشاره میکنه هم باز امروز هم به نوعی بحث از گذشته نیست، به یه بحثی نیست که الان تاریخش گذشته، ما هنوز بخشی از اکنونیت و اینجایی ما رو شکل میده. باز یه نکته دیگه که باز فکر میکنم این کتاب میتونه ما رو یه مقداری بهمون انذار بده، یه بحثیه که شاید خیلی ساده و خیلی هم محاوره‌ای باشه، خیلی ساده و خیلی هم محاوره‌ای باشه، به این معنا که مثلا عوامانه هم حتی باشه. به وقتی در باب این که آقا این انقلاب در ایران چطور اتفاق افتاد بحث‌های زیادی میشه. حتی بعضا اینو من دارم میگم فکر نکنید مثلا خیلی بگیم که آقا اینطور نیست که دیگه. باور بکنید حتی برخی از روشنفکران، برخی از اساتید دانشگاه ممکنه در تریبون نگن، ولی تو کوریدورا که میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم اینو میگن، یعنی تو مراکز علمی این رو میگن که آقا انقلاب ایران مردم نکردن، انقلاب ایران دیگران، یه کسایی اون بیرون بود اونا انجام دادن، مثلا رفتن تو گوادلوپ نشستن و بعد اونا این کارو کردن، شاهو بردن. حالا یه موقع این حرفو ممکنه یه کسی تو کوچه و بازار بزنه، شما مثلا یه لبخندی بهش بزنه خب خیلی ممنون، ولی وقتی یه استاد دانشگاه یا جمعی از اساتید دانشگاه، وقتی حتی روشنفکرا میان اینو میگن، خب یه سوال پیش میاد، با این انقلاب ایران به زمینه‌های اجتماعی و زمینه‌های فکریش کجا بود؟ واقعا آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از اون بالا یه دفعه اومدن زمینه‌های اجتماعیش هم ساختن، زمینه‌های فکری و سیاسی و فرهنگیش هم ساختن، بعد یه دفعه ایرانیان رو همینجوری هول دادن و بعدم شاه رفت. اما وقتی به این متن رجوع می‌کنیم می‌بینیم که نه، اتفاقا زمینه‌هاش زمینه‌های فکری بوده، زمینه‌هاش زمینه‌های اجتماعی بوده. در ذهن و زبان روشنفکران یه داخل گیومه توهم، به همون معنایی که فروید میگه توهماتی وجود داشت، این توهمات به نوعی زمین ساز برخی از تغییر و تحولات شد. ببین اینجا برمیگرده میگه که صفحه 124 میگه چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ میتوانم سخت بدبین باشم و بگویم که کاری نمیتوان کرد و میتوانم خوشبین باشم و بگویم باید این کارها را کرد و شاید فقط یک کار باید کرد. حالا اون چیه؟ درون مردم هنوز چیزی به صورت ایمان می جوشد. این ایمان در خاورمیانه دینی است. این ایمان به کمک روشنفکر واقعی منطقه و روحانیتی دست برداشته از خرافات و مویه و زاری و تجدد طلبان واقعی فرهنگی و اجتماعی باید مردم را علیه استعمار تمدن غربی به سلاح جهاد مجهز کند. در مردم غرور جهاد با فساد تمدن غربی و مؤسسان آن و سردمداران آن ایجاد کند. این عقده مفعولیت فرهنگی و اجتماعی را از بین ببرد و فرهنگی با ایمان سازنده و خلاق را بر اساس یک زیربنای صحیح
اقتصادی و اجتماعی بنیان بگذارد. ببینید اگر این حرف رو آیت الله بروجردی میزد، اگر این حرف رو آیت الله خمینی میزد، اگر این حرف رو آیت الله منتظری میزد، اگر این حرف رو آیت الله سید احمد خاتمی میزد، میگفتید که خب بالاخره داره از یه عقبه‌ای میگه، یک بالاخره یه سنت فکری و دینی داره. اینو رضا براهنی داره میگه که معروف به این که چپ بوده، در زندان مثلا به عنوان یک چپی دستگیر شده بوده و تمام دوران زندگیش هم مثلا نگاه‌های، حالا نمیگم توده‌ای، ولی او داره این حرفو میزنه، به دنبال یک روحانیتیه که اون روحانیت یعنی طبقه روحانیتی که هم تجدد طلب باشه، بعد به عنوان دست از خرافات برداشته باشه و این مفروض هست که اون بوده، یعنی در جلوش یه همچین روحانیتی بوده، مترقی بوده، پیشرو بوده و بعد داره به اون ارجاع میده که مردم به اون سمت برن. این متن رو وقتی آدم میخونه، حالا اون بحثایی هم که آیه دکتر محدثی کرد، یه بحثایی هم حتی یه بخشی داره در باب نقد از غرب. خب میبینی که آقا یه فضایی در جامعه ایران در دهه 40 و 50 ایجاد شده و این فضاست که زمینه رو آماده میکنه. وقتی میگه به سلاح جهاد، حالا با مثلا میگم با نگاه امروز مقدار نگاه نکنیم یا با اون لیبل ها و برند هایی که امروز مثلا در باب حرکت ها و جنبش ها زده میشه. سازمان مجاهدین خلق رو در دهه 40 حنیف نژاد رو تصور بکنید، سلاح جهاد رو به دستش گرفت دیگه. خب وقتی این رو شما داریم و بعد باز این وقتی دین نقد نمیشه یا باورها و مفاهیم دینی نقد نمیشه، خب امروز مثلا داعش و طالبان و اینا هم سلاح جهاد رو به دست گرفتن، آقا به سمت این دارن میرن که مثلا مؤسسات غربی رو، به همه اون غربی ها هم از افغانستان بیرون کردن دیگه عمل. پس نشون میده آقا یه چیزی یا مؤلفه هایی در ذهن و زبان نه فقط ایرانیان، جهان اسلام وجود داره. اون مؤلفه ها و عناصری که باعث میشه ما در برابر تحول و در برابر تجدد و در برابر تغییرات و دگرگونی های تمدن بشری مقاومت کنیم، ممکنه آمریکایی، انگلیسی، اروپایی، روسی، نمیدونم امروز چینی استفاده بکنه و ما رو مستعمره حالا فکری، ذهنی، اقتصادی، اجتماعی خودش قرار بده، قبول. اما زمینه‌هاش در ما هست، زیربناش در ذهن و زبان و جهانبینی ما هست. حالا اون چی، اینو ما باید بتونیم. به نظر من خواندن براهنی امروز میتونه به یه نوعی ارجاع و به نوعی انذاری باشه. ما به جای اینکه دائما موجبات عدم ترقی و عدم پیشرفت و توسعه خودمون رو نسبت بدیم دائما به نیروهای بیرونی، یه مقداری به درون توجه بکن. مثلا شریعتی بحثی داره در باب استعمار، استبداد و استحمار. استبداد مهمه، استعمار هم مهمه، ولی از اون دوتا مهمتر استحماره و به همین خاطر میگه به پسرش بخوان و بخوان و بخوان و بخوان تا به نوعی آگاهی و خودآگاهی تاریخی برسیم که ما این موقعیتی که درش قرار گرفتیم و عدم فاعلیت بر ما مستولی شده، این زمینه‌هاش چیه؟ واقع بودگی ما چرا این گونه است که دائم فکر میکنیم که گذشته بهتر بوده؟ ببینید در مثلا در اکنونمون فکر میکنیم زمان شاه بهتر بوده، در زمانش مثلا رضا شاه فکر میکردن در زمان قاجار بهتر بوده، در زمان قاجار مثلا فکر میکردن در دوران صفوی، نه برخیا فکر میکردن اوایل اسلام، بعضی فکر میکردن نه بریم عقب‌تر، مثلا زمان کوروش و داریوش خیلی وضع خوب بوده. چرا همش این چرا آینده ما چرا در گذشته؟ یه مزاحی هم بکنم، میگن که در همه دنیا وقتی میخوان زمان رو تقسیم بندی بکنن 3 واحد زمانی وجود داره: گذشته، حال، آینده. در ایران 4 تا وجود داره: گذشته، حال، آینده، زمان شاه. این چرا یه همچین تصوری در ذهن و زبان ما وجود داره؟ اینا به نظر من نکاتیه که سلامت.
توجه سلطنت طلب و نه من نکته خاصی ندارم، عمده سخنانم گفتم، حالا اگه گفتگویی بشه در خدمتم. فقط بلندتر بگید. ببخشید. وقتی اینا با یه مهندسی فرمودن که من جایزه براهنی ندارم چون جلال علما می‌خواستم ازشون گله کنم که حداقل زیانبار عالمه رو نداره، ولی الان با متنی که شما خوندین و ارجاعی دادی که امیدش به کیه فکر کنم کمی از علامت نداره تو زیانبار بودنش. خودش چیز کرده، اصلا میگه من متأسفم، خودش میگه اول حداقل از نظر مقایسه‌ای آدم نگاه میکنه می‌بینی شما فرمودین با اینکه روشنفکر چپه آدم مقایسه میکنه با دیدن جزنی. مثلا اون موقع توصیه‌اش این بود که آقا اگر شما مثلا بورژوازی ملی رو نتونید جذب کنید پیشتاز میشه اون به عهده میگیره انقلاب وسط. ولی در مقایسه با آقای براهنی همونجوری که مثلا آل احمد میگه در موردش قبلیت پرچم بالا باشه واقعا خیلی خطا بودن و خیلی رو به خطا انداختن که آینده‌ای که ما داریم بر اساس حالا شما فرمودین خرافه هم نداشته باشه روحانه، ولی در هر حال همون اگه مختصر سوال بپرسیم برای بفرمایید. من بگیم صحبتون بگیم، ما صحبتمون کردیم. عرض اینه که هم ایده خطایی داشتن هم خیلی رو به خطا انداختن که اون آینده‌ای رو که فکر می‌کردن که پیشتاز اینا هستن، در صورتی که ما اگه نهادهای مدنی که تقویت می‌کردیم و روشنفکرای اونا رو کار می‌کردن به مراتب شاید نتیجه بخش‌تر بود. و شکم با جناب مهندسی که گفتن آقای براهنی همه چی غیر از هواشناسی، به شکم میگم که همین که تشخیص داده هوا پسه تشکیک فرهنگی است. آقای دکتر محمدی هم در جمع ما هستن، اگر بله هم خیر مقدم می‌کنم اگر سلام. من یه اشاره فقط بکنم. ببینید خب به هر حال ما الان به لحاظ تاریخی در یک مقطع متفاوتی هستیم و جهانمون تا حد زیادی دگرگون شده. این خیلی خیلی مهمه. من در جای دیگه هم گفتم، اینجا هم میگم، من معتقدم که انقلاب 57 بزرگترین رویداد تاریخ ایران بوده. از دو جهت اینو عرض میکنم. برای اینکه من فکر میکنم ما دو تا نهاد داشتیم که در کل تاریخ ما مسلط بودن و من الان فکر میکنم ما در مرحله تحولات نهادی چند جانبه هستیم. اینو توی گفتگو با انجمن جامعه شناسی هم گفتم، برای منتشر بشه. نهادها دیر شکل میگیرن و دیر تحول پیدا میکنن. وقتی نهادها تحول پیدا میکنن یعنی جامعه انگار داره پوست میندازه یا از مرحله دیگه میره. انقلاب 57 در حقیقت دو تا نهادی که همیشه در تاریخ ایران مسلط بوده رو دوچار بحران کرده. یکی نهاد سلطنت که شما قبل 57 هر چقدر عقب بری این نهاد هست. مثلا تاریخ ایران با سلطان تعریف میشه. خب و دوم نهاد دین. تو تاریخ ایران شما هر چقدر عقب بری نهاد دین نهاد بسیار مسلطی. یعنی تو این دوره اخیر تشیع هست، بعد قبل از صفویه که اغلب ایران سنیه، بعد قبل از اسلام در واقع دین زرتشتی داریم، قبل از اون باز بریم میترائیسم یا در واقع ادیان دیگه هست یا ادیان در واقع چند خداییه. ما تاریخ دینی داشتیم و دین همیشه نقش بسیار مهم داشت. در انقلاب 57 این دو تا نهاد دوچار تضعیف شدن، یعنی خود انقلاب نهاد سلطنت رو ظاهرا از بین برد و بقایاش مونده و در حال تضعیفه. و بعد از در واقع حکومت دینی اون چیزی که در جامعه تحول افتاده، بنده به عنوان محقق در حوزه جامعه شناسی دین عرض میکنم، بعد 25 سال کار کردن و تحقیقات تجربی، دین و فرهنگ دینی دچار زوال اعتبار و اقتدار اجتماعی شد. خب این واقعی است که رخ داده، داده‌های پژوهشی ما نشون میدن. همین الان دانشجوی دکترای من داره راجع به در واقع اعتبار اجتماعی فقه در یک شهر مذهبی کار میکنه، به زودی ان شاءالله باید از رساله‌اش دفاع بکنه. این تحول هم بعد انقلاب رخ داد، یعنی دین دیگه اون اعتبار اقتدار اجتماعی گذشته خصوصی که در تاریخ ایران داشته در واقع داره از دست میده. خب
بنابراین ما الان تو این مرحله هستیم و داریم راجع به اینها قضاوت میکنیم. اما اینا اسیر این زمانن، اسیر این فرهنگن. یه تاریخ یک حلقه هایی ساخته برای ما. یکی از این حلقه هاش سلطنت بوده، یکی از این حلقه هاش دین بوده. خب و در واقع تو این تاریخ معاصر جامعه داره دچار این تحول نهادی میشه. ما این تحول نهادی رو زیستیم، رنجش هم کشیدیم، آثارش هم داریم میبینیم، اما اینا ندیدن. یا آقای براهنی این اواخر مثلا دیده، موقعی که اینو نوشته اینو نمیدیده. بنابراین اگر آل احمد شریعتی عرض کنم که براهنی امثال هم اینطور سخن میگن، به این نکته هم توجه داشته که اینا فرزند زمانه خودشون هستن و من شک ندارم مثلا اگه شریعتی الان امروز بود بسیاری از حرفای خودش رو نقد میکرد و زیر سوال میبرد. توجه دارید؟ اما اون فرهنگه به حال تو اون فرهنگ داره زیست میکنه، خانواده مذهبی، دین همینجا حضور داره و مسلطه. و من فکر میکنم به احتمال زیاد اگر ما هم تو اون دوره بودیم که بیش همینجوری یه چیزای اینجوری از ما در میومد. آقای محمدی ببخشید هنوزم ما هستیم، من تصویرمون داریم. دکتر مهندسی ما یک کسانی که مثلا نقد مرحوم شریعتی و مرحوم آل احمد رو اینها وارد میکنن در حال حل کردن یک معمای حل شده هستن، درسته؟ همونجوری که کسروی میگه که مثلا ما یه حکومت آخوندا بدهکار بودیم، خب الان دیگه ما با اون بینشی که ظرف این 43 سال، من همش 3 سال از شما کوچیک‌ترم، یعنی اون اوایل انقلاب اسلامی رو یادمه. واقعا الان ما داریم بعد از یک تجربه 43 ساله اون بندگان خدا رو قضاوت می‌کنیم و این به نظرم بی‌انصافیه. آره ولی خب به هر حال من نقد خود من چه برای براهنی چه آل احمد چه شریعتی از این منظر نیست که من اون رو محکوم بکنم بگم اینا خطا کردن. از این منظره که اگه من نقدی میکنم برای آینده بهش نگاه میکنم که در واقع نیم اینها رو تکرار بکنیم و دفاع بکنیم. ما برای آینده باید جهان دیگه ای بسازیم و اگه این میراث رو نقد میکنیم به معنای این نیست که اینا رو حقیر میدونیم، نمیخوایم کوچکشون بکنیم، بلکه میخوایم آینده دیگری بسازیم برای خودمون. آره آره. تذکر دادیم؟ ما دیگه حرفامون رو زدیم، نوبت شما یه دیالکتیکی بین مخاطب و در مورد اون فرمایش های دکتر که گفتن براهنی اعتقاد داره که ایمان و ادامهش عینی بوده و امام ذهنی بود. از خودتون یه دیگه اشاره کنید که دوره اوج ما تا حافظ به نظر میرسه اتفاقا ما قرن 4 و 5 که اوج تمدن اسلامی داره به عینیت خیلی تکیه کردیم. من یه جلسه آقای دکتر عبداللهیان در مورد نظام ارباب و غالب یه بحث جالب میکردم. میتونم شما نگاه بکنید اولین رساله در مورد آناتومی توی ایران بود، یعنی اصلا اون زمانی که قرن 4 و 5 ما که برابر با تقریبا دوران قرون وسطا بربریتی بود. بنابراین فکر می‌کنم ما دچار ذهنیت شدیم و اون تصوفی که اشاره می‌کنن احتمال زیاد مثلا اون پیامدهای حمله مغول و این ایرها رو اونو بهش اشاره میکنه که بعد از ذهنی نبود، اتفاقا دوره خوب عینیت رو گذروندیم. ولی با عرض معذرت فرمایش کنم در مورد طاهره بارک‌الدین چون بابی بوده و اصلا جز ارکانش بوده و اولین کسی بود که اون انجمن من اینو نگاه کردم، حالا اینو به همین دلیل گفتم، نگاه کردم که در باب بابی بودنش اقوال گوناگونی هست. بله قول غالب اینه که او بابی بوده، ولی اقوال دیگری هست که او شیخیه بود و تا انتها هم حتی دخترش که با او بوده در زندان که بعد اعدامش میکنن یا خفهش میکنن میگه که مادرم تا لحظه آخر تمامی مثلا اذکار و نماز و فلان و اینا همونجور که بقیه شیعیان میخوندن انجام میداد و حتی پسرش میگه که او تا آخر بر حالا شریعت اسلام و تشیع بود و در خانشش همون خانش شیخیه بود نه بابیه. این رو چون در یعنی به خاطر این می‌خواستم این برای این مجلس بیام گفتم اینو با دقیق نگاه کنم
که بله اقوالی هست که او بابی بود و از ارکان بسیار مهمی هم بود در حالا اون جرگه‌ای که در کربلا بودن و به نوعی پیروان علی محمد باب بودن، اما قول دیگر و اقوال دیگری هست که این رو رد میکنه. این یه نکته دیگه بله درست میفرمایید. در باب تفکر عینی اساسا یکی از نقدهای خود من به براهنی اینه که وقتی داره در باب تفکر اجتماعی در جهان اسلام و ایران صحبت میکنه، چرا اساسا به مثلا فلاسفه ایران اشاره نمیکنه؟ مثلا به عنوان مثال خیلی جالبه، متنی هست به نام اخلاق ناصری از خواجه نصیر که میگه که ملک و کشور باقی نمیمانه مگر اینکه دین و دولت و دینار، یعنی اینکه آقا بالاخره اقتصادی باید در جامعه باشه که این بتونه بعد نکته دیگه که باز خواجه نصیر بهش اشاره میکنه تو اخلاق ناصری، میگه جامعه نمیتونه قوام داشته باشه مگر در اون توجه و التفات ذاتی به خیر عمومی باشه. حالا من نمیخوام بگم این خیر عمومی همونی هم هست که مثلا استوارت میلز مثلا در قرن 18 میگه با همون ابعاد و همون به عنوان مثال وسعت، یا فارابی یا به عنوان مثال دیگر متفکرانی که در طول تاریخ بودن در ایران و در جهان اسلام که به ابعاد، مثلا ابن خلدون به ابعاد اجتماعی توجه، چرا اینها رو به عنوان مثال نمادی از عینیت یا تفکر عینی نمیبینه و دقیقاً تاریخ رو به نوعی مورد خوانش قرار میده که از مثلا دوران ظهور یا ورود مغول به ایرانه که مثلا تصوف یا صوفیگری به عنوان مثال. بعد یه نکته دیگه این که تصوف رو کاملا ذهنی میبینه، در حالی که آن چیزی که باعث میشه تاریخ ما، یعنی دوران، حالا نمیگم معاصر ولی دوران اخیر ایران به یک معنای دوباره احیا بشه، ظهورش با صفویه است و اونم طریقت صفویه است که یک طریقت صوفیه و اینا اساساً چه میگن درونگرا نبودن و وارد سیاست و قوام نظام‌های اجتماعی شدن، حالا با مثلا معیارهای آن زمان. اینا به نظر من باز قابل نقد هست. این نکته من اضافه کنم اونم اینه که در واقع ببینید خب آقای براهنی ادیبه، نه مورخ، نه به جامعه شناس، نه نظریه پرداز اجتماعی. از منظر یک به اصطلاح متخصص حوزه ادبیات راجع به تاریخ ایران داره حرف میزنه و اون خود به خود منجر به خطاهای فاحش اینجوری که شما اشاره کردید میشه. مثلا من این عبارات ازشون بخونم، میگه که پیش از فردوسی و بعد از حافظ از شخصیت‌های واقعا بزرگ و جلوه‌های هنری و شعری با شکوه، ببینید جلوه‌های هنری و شعری با شکوه خبری نیست، درخشان‌ترین دوران فرهنگ ایران در فاصله حیات این دو مرد بوده است. از فردوسی تا حافظ را میتوان دوران طلایی فرهنگ ایران دانست. خب اصلا شما میدونید دیگه نورتروپ فرای تو کتاب عصر زرین تاریخ ایران میگه اگه اشتباه نکنم بین قرن 3 تا قرن 6. خب اما همچنان که خودش هم داره میگه از جلوه‌های هنری و شعری باشه، یعنی داره از منظر یک ادیب در حقیقت سخن میگه و در بحث بسط میده و بی جهت هم داره بحث میده و منجر به این خطا میشه که بگه این دوران دوره طلایی فرهنگ ایران. خیلی ممنون، تشکر می‌کنم. مخلصیم. ما تشکر میکنم از شما. شما هم تشکر میکنیم که به ما این فرصت رو دادید که در خدمتتون باشیم و صبوری کردید. آره بخورید.